سلام، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو من فرانکم و توی پیج اینستاگرامم از مد و استایل و فشن میگم و اونجا هم میتونین یه سری مطالب رو داشته باشین و اینجا هم راجع به استایل شخصی و اینکه چجوری استایلتون رو بهتر کنید و تجربیات شخصی خودم میگم که خیلی میتونه به دردتون بخوره. پس لطفاً این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد و خواستین استایل شخصیتون رو پیدا کنید حتما پیجمو سابسکرایب کنید. امروز میخوام بهتون بگم که آقا چی بپوشین، چی کار کنین که اصلا شما لاغرتر دیده بشین. این لاغرتر دیده شدنه به هر دلیلی میتونه باشه. مثلا من خودم الان چون که یکم تو پر شدم حال نمی کنم که تو پرتر نشون داده بشم، خوشم نمیاد و یکم این اصولش رو باید رعایت کنم. یا اینکه شما بالا تنه توپری دارین، پایین تنه توپری ندارید و اسکینی پایین تنتون و میخوایم که این یه تعادل توش ایجاد بشه. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه جوری استایلمون رو یه جوری بچینیم که ما رو لاغرتر نشون بده. در حالت کلی ما میخوایم خط افقی بدنمون کمتر از خط عمودی بدنمون دیده بشه و میخوایم این خط عمودیه رو بیشتر نشون بدیم. پس ما میایم روی اون ویژگی مثبتمون که قدمون هستش بیشتر کار میکنیم و حواسمون به اون خط هست و هر کاری میکنیم که اون خط بیشتر دیده بشه. یعنی کلیت ماجرا اینه. اگه که خواستین خودتونم استایل بزنین بدونین که چیکار باید بکنین. اول از همه بگم که این که مثلا به شما میگن که مشکی بپوش لاغرتر دیده بشی یا مثلا رنگی نپوش و اینا، اصلا خودتون رو محدود به این موضوع نکنید. فقط چیزی که هست شما باید اون رنگ پایین تنه، یعنی رنگ شلواری که میپوشین با رنگ لباس بالا تنه که میپوشین رو یه جوری استایل بکنین، یه جوری ست بکنین که خیلی با هم دیگه تضاد نداشته باشن. بعد از طرفی هم رنگ‌های خیلی روشن و توی قسمت‌های از بدنتون که تو پرتر هستن به کار نبرین، چون باعث میشه اونا تو پرتر دیده بشن. یا اگه میخواین از پترن استفاده کنید، سعی کنید از پترن‌های ریزتر استفاده بکنید یا پترن‌هایی که خیلی رنگی پنگی نیستن و اون قسمت‌های از بدن که تو پر هستن و تو پرتر نشون نمیدن. شما هر رنگی که بخواید میتونید استفاده بکنید، ولی توی قسمت‌هایی که تو پر هستن زیاد رنگ روشن استفاده نکنید یا پترن تو اون قسمت‌ها زیاد استفاده نکنید. یا اگه استفاده می‌کنید توی قسمت دیگه از بدنتون که حالا لاغرتره، مثلا به عنوان پاهاتون ما در نظر می‌گیریم، یه جوری باید تعادل رو رعایت کنید که هر دو بخش به یک میزان دیده بشن و اون تعادل به هم نخوره. من به عنوان یک استایلیست اگه بخوام به شما پیشنهادی بدم، اگر شما به هر جهت با اندام خودتون حال نمی کنید و خوشتون نمیاد، اعتماد به نفستون رو میاره پایین و اینا، بهتون یک راه پیشنهاد میکنم، اونم رژیم و ورزش هستش که دوباره توی پستای خودم توی همین یوتیوب میتونید پیدا کنید پست مربوط بهشو که خیلی بهتون کمک میکنه. اون از تجربیات شخصی خودمه. به عنوان یک استایلیست اینو بهتون پیشنهاد میکنم. ولی اگر شما دوست ندارین که حالا نمیدونم لاغر کنید، نمیدونم ورزش کنید و اینا، میتونید عملهای زیبایی انجام بدین، ولی من به عنوان یک استایلیست اینو بهتون پیشنهاد نمیدم و ترجیح هم اینه که با راه بدون جراحی و خونریزی این کار رو انجام بدین. هم موندگارتره، هم حس بهتری بهتون میده و شما رو آدم خوشحال تری میکنه تا موقعی که مثلا عمل کنید. اون هورمونایی که تو بدنتون ترشح میشه و اینا خیلی بیشتر به نفعتونه تا اون عمله، ولی اگه بخواید میتونید انجام بدید. حالا ما این فرض رو بگیریم که آقا شما اصلا با بدنتون خیلی حال میکنید و اوکی با این موضوع، ولی میخواید خوش تیپ تر باشید. واسه اینکه این قسمت‌های از بدنتون که تو پر هستش و اینا رو کمتر نشون بدین، توی قسمت بالا تنه اگه بخوام از یقه بگم، ما باید یقه هایی رو استفاده بکنیم خب که این قسمت بدنمون رو کشیده تر نشون بده، مثل یقه 7. خشتی، یقه قایقی به درد ما نمیخوره چون این قسمت بدنمون رو بیشتر نشون میده و ما رو تو پرتر نشون میده. یقه های آف شولدر هم به دردمون نمیخوره، پس اینا خط میخورن. یقه یک طرفه، یعنی یک طرف آستین یک طرفه به دردمون میخوره چون بازم همون حالت کشیدگی رو ایجاد میکنه، هم که یکم از اینجا همون رو میپوشونه. اگه خیلی که مثلا بخوایم تاپ و اینا بپوشیم، تاپی هم که میخوایم بپوشیم حتما باید بندای پهنی داشته باشه و نه باید بند نازکی داشته باشه چون این قسمت ها رو بیشتر کاور میکنه و اینکه نمیذاره اون چاقیه، اون توپوریه خودشو نشون بده. اکسسوری ها هم خیلی تاثیر دارن.
گردنبند و گوشواره‌ای که میندازیم، اگه که میخوایم بندازیم، از لحاظ علم استایلینگ اوکی نیستش که ما گردنبند بندازیم، ولی اگه میخوایم بندازیم گردنبندهایی که خیلی بلندن، کشیدن، ظریفن. گوشواره ها دوباره به همین حالت. آستین‌های پفی رو استفاده نکنید. آستین‌های پفی باعث میشن که سرشونه هاتون بزرگتر دیده بشن، بازوهاتون بزرگتر دیده بشن و از هر گونه چین، پترن و چیزایی که کلا خیلی تو چشم میاد توی این قسمت دوری کنید و کمتر استفادهشون کنید یا با احتیاط زیاد استفادهشون بکنید که این موضوع نیازمند اینه که شما یک استایلیست کنارتون داشته باشین تا بهتر راهنماییتون بکنه. موارد کلی رو من بهتون میگم که شما خودتون اجرا کنید، ولی کلی ترش نیاز به یک استایلیست داره، چون که نیازمند تجربه است، نیازمند علمه و خب شما به عنوان یک انسان عادی که صرفا میخواین استایلتون رو بهتر کنید همینقدر براتون کفایت میکنه. برای پایین تنتون شلوارایی که فاق بلندن رو حتما استفاده بکنید. کمربندی که استفاده میکنید سگکش خیلی بزرگ نباشه، خیلی پهن نباشه و ترجیح اینه که کمربندهای نازک استفاده بکنید. لباسایی که میخواید بخرید و میخواید بپوشین لطفاً لباسای خیلی اوورسایز، لباسای خیلی تنگ نباشه و کامل فیت تن خودتون باشه. این به شما خیلی کمک میکنه. از طرفی توی تمام آیتم هایی که میپوشین المان و ساختار خط عمودی وجود داشته باشه، حالا چه پترنش، چه اون دوخت اون لباستون، چه سایه توی اون لباستون، چه هر چیز اضافی که توی لباستون وجود داره توی خط عمودی باشه و اینکه اون خط عمودی نباید خیلی پهن باشه، نباید خیلی از هم دیگه فاصله داشته باشه. فاصله ها باید به اندازه یکسان باشه و اینکه نازک هم باشه. این خیلی مهمه. از طرف شلوارایی که میپوشید شلوارای پلیسه‌ای چون خط عمودی داره به بدن شما حالت بهتری میده. تیلور پنس ها که اونایی هستن که بالاش دوتا پیلی خیلی کوچیک داره و حالا یه خط تایی داره وسط شلوار، اینا خیلی بهتون کمک میکنه، قدتون رو بلندتر نشون میده. دوباره شلوارکی که میپوشین به همین صورت. جنس پارچه برای افرادی که میخوان یکم لاغرتر به نظر برسن خیلی مهمه. پارچه هایی که خیلی نازکن، خیلی براقن و خیلی حالت شل دارن و به بدنتون میچسبن رو استفاده نکنین، به خاطر اینکه این برآمدگی های بدنتون رو خیلی بیشتر از حدی که هست نشون میده، اونا رو خیلی بولد میکنه. به جاش پارچه های مات استفاده بکنید، پارچه هایی که به قول ما ایرانی‌ها آهار داره از اونا استفاده بکنید. دیگه همین دیگه. یه سری از نکات دیگه هم توی پیج اینستاگرام هم هست که میتونید برید اونجا ببینید. از طرفی هم من واسه شما تولید محتوا میکنم. هر سوالی که داشتین، هر چیزی که خواستین بپرسین رو حتما زیر این ویدیو واسم کامنت کنید. توی ویدیوی بعدی جواب سوالتون رو میدم و طبق اون واسهتون ویدیو میگیرم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگه که از این پست خوشتون اومد حتما سابسکرایب هم کنید. مرسی از همگیتون. بای.